تا حالا به این فکر کردید که چرا در داخل صنف از چوکی‌های دسته‌دار استفاده میکنن؟ ما از کودکی یاد گرفتیم که برای محافظت از خود پشت حصار پنهان شویم. وقتی که در کودکی در یک خطر مواجه می شدیم، پشت اساسیه خانه مثل چوکی، میز، دامن مادر یا هر چیز دیگر پنهان می شدیم. کم کم وقتی که بزرگ شدیم، پنهان شدن یک رفتار غیر قابل قبول تبدیل شد. و در سنین 6 سالگی یاد گرفتیم که هر وقتی که در شرایط خطرناک قرار میگیریم، دستای خود را محکم دور سینه خود بسته کنیم. کم کم وقتی که بزرگتر شدیم، زمانی که عصبانی می بودیم، افکار منفی می داشته باشیم یا نسبت به یک فرد افکار انتقادآمیز می داشته باشیم، دستای خود را به طور مرتب یکی را بالای دیگر قرار میدیم. تحقیق جالب در این زمینه صورت گرفته است. دانشمندان آمریکایی یک تعداد دانشجوها را میارن با دو گروه تقسیم میکنن. از گروه اول میخواهند که به یک سخنرانی گوش بدن و در حین گوش دادن به سخنرانی دستای خود را روی همدیگر قرار بدن و پاهای خود را هم روی پای دیگر. در آخر از میزان یادگیری و یادسپاری از یک مورد عجیب قرار میگرفتن. گروه دیگر میان همین کار را به او انجام میدن، برخلافی که از او خواسته نمیشده باشه که دستشان روی دست دیگر قرار داشته باشه. در آخر به نتایج جالب میرسن. گروهی که دستایشان بسته بود و افکار انتقاد آمیز نسبت به سخنران داشتن و در عین حال 38% یادگیریشون نسبت به گروهی که دستانشان به حالت آزاد و باز بوده 38% یادگیریشان کمتر بود. این آزمایش نشان میدهد وقتی که دستان ما روی سینه ما بسته باشد، نسبت به گوینده افکار انتقاد آمیز و در عین حال میزان یادگیری و یادسپاری ما و توجه ما نسبت به گوینده کمتر می باشد. پس بار دیگری که روی سم قرار گرفتید، یادتان باشد که دستان را به حالت باز قرار داده و تا بتانید بیشترین میزان از سخنان گوینده به یاد خود بسپارید. برای ویدیوهای بیشتر در مورد فهم کلام غیر رفتاری کانال ما را سابسکرایب کنید.